امروز سخن درباره پادشاه سیوم خاندان سامانیان نصر ابن احمد می رود. چنانه که در برنامه‌های گذشته گفتیم، احمد ابن اسماعیل به طور فاجعه‌ای کشته شد و او را به بخارا آوردند، در حال گور کردند و در میان همین اهل دربار، در میان بزرگان یک پریشانی پدید آمد و تاریخ نگاران میگویند که هم در تاریخ نرچخی، هم در تاریخ ابن اسیر، هم در تاریخ گردیزی و هم در روضة الصفا می آورند که نصر ابن احمد 8 ساله بود. آن همین طفولیتش رو پس سر کرده و کودکی قدم نهاده بود که او را بالای دوش برداشته و تخت برآوردن خواستند. او کودک بود و گریه میکرد و مینالید و فغان میکشید که مرا نبرید، شما پدرم رو کشتید، اکنون مرا کشتن میخواهید. مردم میگفتند که تو پادشاه میشوی. او میگو من نمیخواهم پادشاه شدن و بردن و تخت نشاندن سراسیمه‌وار برای که در ملک آرامی باشد، ناآرامی سر نزند. و احمد جیهانی بزرگوزیر او وابسته شد به تربیه همین نصر ابن احمد. نصر ابن احمد ذهنی بسیار رسا، هوشمند، زیرک بود و گرچند کودک هم باشد و همان راه و روش دولتداری اهمیت زیاد میداد و می آموخت. وقتی که نصر ابن احمد به تخت نشست، در خاندان سامانیان بود ناآرامی و آشوب برخاست به خاطر به دست درآوردن تخت و تاج. اسحاق ابن احمد گفتگی برادر اسماعیل بود که او دعواگر تخت و تاج بود و در دوره احمد ابن اسماعیل سرکوب شده زندانی شد و او را بخشیدند و بازگشته به بخارا و فرغانه حاکم ماندند. انا همون برادر در فرصت 8 سالگی این کودک باز سر برداشت. او 3 پسر داشت. پسر بزرگش ابو صالح منصور والی یا حاکم نیشاپور بود در خراسان و از شهر ری سر کرده تا مرو و تا همون کنار بحر آمو دریا در اختیار همون بود. پسر دویمش الیاس همراه پدر بود، در فرغانه دولتداری میکرد و پسر خردیش حسن نصر بود. حسن نصر از همه خردتر بود و اینها با پشتیبانی پدر خستند. ابو صالح منصور در نیشاپور، در مسجدهای جامعه نیشاپور، در مسجدهای جامعه مرو، در مسجدهای جامعه ری، اسخیکت و دیگر جایها دستور داد که نام نصر ابن احمد را از خطبه برافکنند و به جای او نام پدرش اسحاق ابن احمد را ذکر نمایند. این آشوب روی راست بود. یعنی نام پادشاه را در خراسان از خطبه برافکندند. در سمرقند باشد اسحاق ابن احمد دستور داد که بیعت نکنند. این کودک است، با کودک چی بیعت میکنید؟ من شاه تیور هستم، من پادشاه تیور هستم، من 3 سال در بخارا پادشاهی کرده بودم. اسماعیل بعد برادرش نصر به تخت نشست، من هم حق دارم که بعد احمد به تخت نشینم. احمد یعنی نادرست جای مرا گرفت و امروز فرصت رسید که در دوره پسر احمد 8 ساله من به تخت نشینم. و این آوازه ها بلند شد و جیهانی حمویه ابن علی را به جنگ آماده کرد. این مردم سمرقند با سروری اسحاق ابن احمد به جنگ آماده شدند، لشکر کشیدند. سرور لشکر الیاس ابن اسحاق بود. آنها به بخارا آمدند.
امید ضبط کردن بخارا و تخت گرفته با پدرش داشتن و در همین دوره حمویه ابن علی با لشکر زیاد به نبرد برآمد. در کنار شهر بخارا جنگ شدید شد و حمویه ابن علی که سرلشکر بسیار توانا بود و میگویند که در 63 نبرد یگان بار شکست نخورده است و همون سرلشکر توانا آنها رو شکست داد و حمویه ابن علی اینها رو پیش کرد تا سمرقند. در نزدیکی سمرقند باز یک نبرد شد، در اون نبرد هم شکست داد و سمرقند در آمده اسحاق ابن احمد اسیر گرفت، یعنی سرور آشوبگران. عجایبات کار هم در همین است که با این آشوب برادران نصر، یکی از ابراهیم و دیگر از یحیی همراه شدند. اسحاق ابن احمد اسیر افتاد، او را به بخارا آوردند، در بخارا حبس کردند. از من چند ماه گذشته او بیمار بود و در همون حبسخانه فوت دید و پسران او برای آزاد کردن پدر و برای کین پدر باز لشکر کشیدند. از نیشاپور پسرش ابو صالح منصور لشکر گرد آورده به مرو آمد و از قضا در راه نابود شد، مرگ دامنگیرش کرد. پسر دیگرش الیاس لشکر زیاد گرد آورد از فرغانه، بار دیگر به سمرقند لشکر کشید و بار دوم هم شکست خورد. و اینها همراه برادرش حسن نصر لشکرشون گرفته به کاشغر گریختند تا که از ترک‌های قرهخانه مدد پرسند. از ترک‌های قرهخانه دشمنان اشدی خاندان سامانیان و اینها با کاشغر رفتند. از بلساغون و از اسفجاب و از دیگر جاها لشکر داشته با 30,000 لشکر ترک بار سیوم الیاس ابن اسحاق باز به طرف بخارا آمد و این دفعه حسن نصر به بخارا نآمد. گفت من میستم در همین کاشغر، گفت میستم شما روید. من در اینجا گفت در کرچ جردن میکنم به شما. بار سیوم هم آمدن شکست بودن از دست حمویه ابن علی و بخارا به نزدیکی بخارا آمده لنگر داده بودن که حمویه ابن علی شباخون زده آنها رو ترمار کرد و الیاس ابن اسحاق بار چهارم فرار کرده و بلساغون رفت و بلساغون و اسفجاب رفت. حسن نصر پسر سیوم اسحاق ابن احمد با اغلشک خان کاشغر نزدیک شد. یکی از دختران اغلشک رو بدنی گرفت. اغلشک او را حاکم اتوش ماند، حاکم شهر اتوش ماند و این همراه همسرش و اتوش رفتند. یعنی تقدیر خاندان سامانیان من نقل کردم، تقدیر آشوبگران. سرنوشت آشوبگری که حسن بغراخان نام دارد و در کاشغر ماند و اونجا خاندار شد و مردم را با اسلام گرواند و همون نبیره ستوخان عبدالکریم شاگرد همین نصر بغراخان با بخارا حمله آورد. پسرش نبود، نبیرش عیناً حسن بغراخان نام دارد. حسن بغراخان نام دارد، نام همون گویم استخاندان سامانیو را گرفته است، همون آدم فرار کردگی را گرفته است. حسن بغراخان این بعد 35-40 ساله با کاشغر رفتن همین دو برادر و کمال رسیده اومد. و استاد نصر کی درک مسئولیت کرد؟ نصر وقتی به تخت شاهی نشست گفتید 8 ساله یا 9 ساله بود. ببینید که همین آشوب عمکزاده ها، آشوب برادرها را پخش کرد. در سن 9 سالگی در مدت 1-2 سال پخش کرد. اینو چند بار سر برداشتن، من گفتم بسیارش بخشید. مثلا همون ابو صالح منصور بخشید با ادنب در همون جمعان. عبدالمحمد چوانی با بین در آمد. الیاس هم بخشید، یعنی پسر دویمش هم در فرغانه گذاشت. لیکن الیاس آرام نایستاد، باز لشکر داشته از فرغانه لشکر کشید باز. بله. چند سال پادشاهی کرد نصر؟ این 33 سال و 3 روز
در 38 سالگی از جهان گذشت. در 38 بسیار جوان گذشت. همه فرزندان خاندان سامانیو همه خیلی جوان از جهان میگذرند. جوان گذشت. و در عهد همین نصر ابن احمد نفوذ خاندان ترک‌ها باز بالاتر شد، چون که همه خاندان اسحاق احمد و الیاس احمد و منصور ابن صالح پسر دیگرش و مثلا منصور ابن صالح قراتگین ترک همراه گرفت با 20,000 سپاه. الیاس ابن اسحاق از ابن موتی اسفجابی 20,000 سپاه گرفت با 30,000 سپاه و سپاهسالاران ترک و بخارا حمله آورد. در دوره نصر ابن احمد هجوم و تجمع سرلشکران مثلا گوییم ترک می افزاید و این خاندان ها برای یکدیگر را سرکوب کردن و سرلشکران ترک روی می آورند. آنها را پاداش میتین، دستمزد میتین، هوسمند میکنن، قصر میتین، باغ میتین و آنها مثلا بردید برادر، بردید پسرعمک، بردید آنها در اهل خاندان اینها را در جنگ به همدیگر استفاده میبرند. همین خیلی حالت پدید آمد و در همین دوره به همین ناآرامی ها نگاه نکرده نصر ابن احمد توانست که همون سرزمین هایی که در خراسان از دست رفته بود، در گرگان و در تبرستان و در ری، همون را برگشته گیرد. همون قلمرو اسماعیل سامانی برقرار شد در دوره نصر ابن احمد. سرلشکران توانا را متحد کرد، سرلشکران ترک را متحد کرده و توانست که به مقابل دشمنان سفربر کند. گرچند این هم با سرلشکران ترک تکیه میکرد، لیکن با این نگاه نکرده توانست که همین منفعت‌های ملی بر بوم وطن را حمایت کرده تواند. این یکی از خدمت‌های بزرگش بود. و خدمت بزرگ دیگری نصر ابن احمد این است که او مرد فرهنگ دوست بود. مردی بود که زبان مادری رو برعکس پدرش بسیار احترام میگذاشت، میخواند، میآموخت، مجلس‌های مثلا ویم ادبی تشکیل میکرد، فرهنگی تشکیل میکرد، صحبت‌ها تشکیل میکرد و در این صحبت‌ها شاعران و مثلا ادیبان و تاریخ‌نگاران اشتراک میکردند که یکی از آنها ابو عبدالله رودکی است. ابو عبدالله رودکی گرچند در دوره اسماعیل به بخارا آمده بود، در دوره احمد هم در بخارا بود، نفوذی که در دوره نصر ابن احمد یافت این نفوذ رو پیدا نکرده بود. در این کار در دوره نصر ابن احمد مخصوصا وزیر بزرگش ابوالفضل بلعمی بسیار مساعدت کرد. رودکی در همین دربار یک نفوذ و احترام و مثلا مقام بلند پیدا کرد و با دستگیری بلعمی مثلا کلیله و دیمنه رو نوشت. داستان کلیله و دیمنه رو. کلیله و دیمنه اول به زبان پهلوی بود، اول به زبان سانسکریتی بود، از زبان سانسکریتی به پهلوی برگردوندن، از پهلوی به عربی ابن مقفع به عربی برگردوند و از عربی ابوالفضل بلعمی به طور مختصر به نثر آورد و از ابو عبدالله رودکی خواهش کرد که همین کلیله و دیمنه رو به نظم در آورد. و ابو عبدالله رودکی کلیله و دیمنه رو به نظم در آورد و اکثر شاعران میگویند که بر پاداش این داستان، نوشتن این داستان 40,000 درهم مکافات گرفت. 40,000 درهم. و نه فقط کلیله سیمباد نامه را، قصیده مادر مایا، یعنی داستان های کلانی که ابو عبدالله رودکی در همین دوره نوشت همین است. و ابو عبدالله رودکی سبک خراسانی، سبک شعر امروز زمینه گذاشت. و ببینید که همین وقتی که شعرهای
1100 سال پیش نوشته ابا عبدالله رودکی را میخونیم، امروز برای ما فهمو هست، یکان کلمه دشوار ندارد. بخندد لاله بر صحرا بسان چهره لیلا، بگرید ابر در گردون بسان دیده مجنون. چقدر شیوا و زیبا کلام نظمی که رودکی بنیاد گذاشت با نام سبک خراسانی معمول است و تا امروز این سبک را مثلا یک مکتب بزرگ شعر در عرصه میان فارسی زبانان پدید آمده است که هم برای ایران، هم برای افغانستان، هم برای تاجیکستان، هم برای مردم تاجیک زبان پاکستان فهمو هست. سبکه که ابتدایش دوران نصر، یعنی ابتدایش از جانب رودکی هست و دوران سرآمد همین شعر، سرآمد همین کلام در عهد نصر ابن احمد از جانب رودکی گذاشته شد. در همین دوره تاریخ نگاران می نویسند که سخن گفتن، آزادی بیان، آزادی کلام، آزادی دین خیلی رواج داشت. میگویند که مردم زردشتی، مردم مسیحی، مردم بدوی در بخارا، مردم مجوسی در بخارا آزادانه گفتگو میکردن، بحث میکردن و در این دور همون اهل اسماعیلیه یک خرمتیان پدید آمدن که این خرمتیان همون سرآمدشون خرمت گفتگی من تاریخ نمیروم و همین خرمتیان توانستند که نفوذ خویش را در بین اهل بخارا بیافزایند و تاریخ نگاران می نویسند که همون ترکایی که سرلشکران ترکی که علبتگین و منصور خراتگین ترک و خمرتگین و دیگرها بودن. میگویند نظام الملک می نویسد که آنها در 300 نامه می نویسد که آنها به نزد سرور خود رفتند و گفتند ما نمیخواهیم به این پادشاه اطاعت کنیم، اگر میخواهی به تخت بنشین، نمیخواهی ما پادشاه را یک طرفه میکنیم. بعد اینها مشورت کردند، میگوید نظام الملک، و به قرار آمدن با سروری یک پیر طلون نام پیر داشتند. آنها گفتند که اگر ما یگان بهانه نیابیم، به یگان بهانه پادشاه را برکنار نکنیم نمیشود. برای همون نزد پادشاه رفته همون پیرشون و سرلشکرشون درخواست کردند که ما میخواهیم به طرف اصفجاب و بلساغون لشکر کشیده کافران ترک مسلمان کنیم، با ما سیم و زر و همون چاه و جلال بده که حرکت کنیم. بعد این نصر ابن احمد گفت روید از خزینه هر قدری که میخواهید بگیرید و رفتن از خزینه سیم و زر و همون اسباب انجام در حلین برای معرکه گرفتن و بردن و با پسرش نوح خبر رسید که اینها نیت شبانه حمله کردن دارند، شباخون زدن دارند و نوح نزد پدر رفت و گفت پدر احوال همین است، اینها شبانه حمله میکنند، شما را نابود میکنند و دولت سرنگون میکنند، دولت خاندان سامانیان. چی باید کنیم؟ بعد نصر ابن احمد بسیار مرد زیرک بود، بعد آدم فرستاد، گفت که همون سرلشکر نزد من بیارید. من سخنها دارم پیش از لشکرکشی همون گپا مگویم. بعد سرلشکر دویده اومد، همون آماده بودن برای سر دادن سرلشکر همون ترک‌ها. سر سرلشکر را دادن، در تبره گرفتن و گفتن چیکار میکنیم؟ بعد نوح گفت پدر شما در دولت پاییده نمیتونید، آنها قبول ندارند، دولت به من بده، من با آنها زبان مییابم و همون دولت در خاندان ما میماند، خاندان ما پایدار میماند. بعد اینها همون نظام الملک مینویسد تربه رو برداشتن، همراه پدرش نوح رفتن به همون معرکه که ترک‌ها نشسته بودن و همون تربه رو خالی کردن، سر پیش آنها پرید. بعد حیران شدن ترک‌ها و سرلشکران ترک و این چه احوال باشد. بعد نصر ابن احمد گفت که این از نظام الملک است، 300 نامه نظام الملک. نصر ابن احمد گفت که شما با پادشاه اعتماد ندارید و اعتمادتان کاهید. برای همین من هم در نوبت خود
پیشگیری کردم همین آشوب سرلشکر شما رو سر دادم. خیر من خطا کردم، من از دولت سر میکشم، دست میکشم از دولت دوری از پادشاهی رو با پسرم نوح وصیت میکنم و جای من پسرم نوح به تخت میشیند و شما با نوح همکاری کنید. من در گوشه عزلت میشینم و همه گناه و خطاهای کردگی را در نزد خداوند بخششش رو طلب میکنم، ریاضت میکنم و با همین سازش میان ما میمونم. و اکثر تاریخ نگاران این قبول ندارن، لیکن نظام الملک همین در چند جا تاکید کرده در سیاستنامه و با همین میگویند دولت در خاندان سامانیان ماند و نوح میگوید به دست نوح گذشت. و در دوره زندگی نصر ابن احمد میگوید سال 41 941 دولت میگوید به دست پسرش نصر ابن احمد سال 941 میگوید دولت به دست نوح ابن نصر گذشت. این نصر 4 پسر دارد. پسر بزرگش اسماعیل ولی عهد بود و ولی عهد پیش از پدرش وفات کرد. برای همین پسر دومش نوح به تخت نشست، نوح ابن نصر. کار و پایکار نصر ابن احمد در همین جا به پایان میرسد. اون دولت رو به پسر میدهد. در تاریخ نامه ها هست که حتی پسرش دستور میدهد که همه خرمتی ها رو سر بدانید، تربت آنها رو بگندارید و پدرش رو هم میگویند خانبان کرده است. و در همین دوره یک دوره ناآرامی در خاندان سامانیان پدید می آید که منفعت جویی، یعنی به دست آوردن ثروت و سرمایه آدمان ثروتمند برای ترک‌ها و یک شرایط مساعد فراهم می‌آورد. آنها همه ثروتمندان رو با بهانه خرمتی سر می‌زنند، ثروتشون رو می‌گیرند و حتی میگویند که الپتگین یکی از سرلشکران جوان بود، در 500 دیه در اختیار داشت، دیه ها را در اختیار گرفت. در صدها شهر گرمابه و مثلا حمام و کاروانسرای و بازارها داشت میگوید. از 2 میلیون 3 میلیون زیادتر اسب و لو و چاروا داشت میگوید. همین قدر ثروتمند بود که ثروتش میگوید از پادشاه دور افزونتر بود. و همین حالت به آنها برای ثروتمند شوی امکانیت فراهم می‌آورد و ما در برنامه آینده درباره دولتداری نوح ابن نصر حکایت میکنیم که این هم کوشش کرده که همین دولت از دست رفته رو بازگرداند و خاندان سامانیان پاینده باشد. و گمان میکنم که برنامه خاندان سامانیان برای میهن پرستی، برای وطن دوستی، برای احساس مثلا همین شناختن ملت خویش، وطن خویش، گذشتگان خویش مساعدت خواهد کرد.